آنچه خواهید دید. فکر میکنم به شب مخلص همه فنهای عزیزم پوپیتای خودمی. تو خراب کردی همه چیز و خودت. پاپیت چرا باید پاپیت بشن؟ پاپیتای خودمین، خوشگل خودمین، پاپیت خودمین، آشغال کثافتم، سار بیاته. یه ملودی برام برو من بخونم داداش. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر. سلام بچه‌ها، امروز اومدم که تقلید صدا انجام بدم، ولی نه تو اپ مینی چت، تو اپ پلاتو، و میخوام صدای سلطان گلزار رو در بیارم. میدونم که ترند سلطان این چند وقتی که خوابیده، ولی دوست داشتم این کارو انجام بدم. اگه از این سری خوشتون اومد بیاین تو کامنت ها بهم بگین که دفعه بعد با چه کاراکتری بریم و با مردم صحبت کنیم. بریم تو کارش. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به شب. مخلص همه فنهای عزیزم پوپیتای خودمی. ببین اینقدر جذاب بود که من دستم لرزید و هاست دادم بهت. مخلصم دیگه. الان هیچ کی نمیتونه منو ریموو کنه. در واقع الان سلطان این جمع منم. هرچی من بگم شما باید پاپتای سر به زیر من باشین. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به شب و روز. سلام به پاپتای خودم. سلام. متاسفانه ریموو شدم. گلزار چطوری؟ سلام خوشگله. از این پلاتو پوز نیست، سبک زندگیمه. آفرین عشق منی تو به مولا. معلوم از فنای درجه یک منی پاپت خودمی. والله بابا داشتم حرف میزدم دیگه. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به شب و روز. پاپتای خودم این به مولا. صدای زیباتون رو باز نمی کنی من بشنم. اگه صداتون رو باز نکنی میرم توی روم دیگه. اینجا جایی که ارزش منو ندونن من وای نمیستم. سلام. تو به من بگو که پاپت هستی یا نیستی؟ پاپت این چرا باید پاپت بشن؟ چون که من یه ارادت خاصی به پاپت دارم. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی استرات خشت تو گلزار بودن داری؟ آره. گلزار چطوری میگه آره؟ آره. دادی گلزار. میگم دادی گلزاری سر تو خشه. سبک زندگیمه. سبک زندگی. این دوستای گل ما صداشون باز نمیشه؟ نه ماک نداره. اگه ماک ندارم پس چرا میان تو وایس؟ چرا نیان؟ میان چت میکنن. من اعصابم خورد میشه وقتی این چیزا رو میبینم. دوست دارم یه گلدون بغل دستم باشه بکوبم زمین. چه؟ بعد دفعه بهت گفتم حساب بابای منو به زمینت نیار. احمق. خیلی طبیعی گفتی. احمق. بده اکسس پاهات. پاپت بهتره از بابات. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت.
پاپتای خودمین، هوشگل خودمین، پاپت خودمین، آشغال کثافتم ساره بیاته. سارا بیات داداش صدای تو بیشتر شبیه آلندلون میمونه. آلندلون کیه؟ قربونت برم. آلندلون کیه؟ داداش صدات خیلی قشنگ صدای دوبلوریه. خیلی قشنگه نوکریتا. مخلص داداش، پاپت خودمی. بلا تو پوزی سخش زندگیه. دقیقا همینیه که تو میگی. معلومه که تو یکی از فنای پر و پر قرص خودمی. قرار نشیاله. چی؟ چه رفتارهایی پر و پا قرص شما؟ تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت. نخون بابا نخون. شما گیتار بزنی من بخونم براتون. نمیخوام بخونی. من میخوام بخونم پاپت کثافت آشغال. من میخوام بخونم، تو برام گیتار بزن من میخونم. من شب میخوام بخوابم. نیاز به خواب دارم، تو نخون خواهش میکنم. خواب تو چه ربطی به من داره؟ تو بخونی من دیگه خوابم نمیره. سلام. درودی بیکران، چطورید؟ سلام به عمو رضا. خوشگلای خودم، پاپتای خودمین. چطورید؟ محمد گلزار. خدایی نکرده که ساره بیات تو این گروه نیست، وگرنه من لفت بدم. به خدا قسم اگه ساره بیات تو این گروه باشه کثافت آشغالی بیش نیست، پاپتی بیش نیست. وای پشمام، این چقدر شبیه محمد گلزار صداش. بیا خوشش اومد گلزار. خدا رو شکر به هم میاد. من از محمد گلزار بعدم میاد. میتونی ساره بیات باشی برام؟ گلزار باشم ساره بیات هستی واسم؟ نه بابیه هست. یه ملودی برام برو من بخونم داداش. چی برم؟ برو هر چی دوست داری برو، تو فقط بزن من میخونم. تو هر چی دوست داری بزن. من تنگ دلم. داداش نگفتم بخونی که، گفتم ملودی بزن فقط. داداش خوانندم. خب من میخوام بخونم، من الان سلبریتی این جمعم. اگر زن بر بیاد، اگر سایه تو به هست تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر خوندی حالا از رفیقام بخونه بعد تو بخون. اول من. داداشو خوندی الان. رو دلم عشق درد سرسان. داداش عالی باری کردم. نرو زندونی گم نشو تو فکر پرواز، نزا بمونه غمت رو دلم. رضا باید بخونه نرو زندون کنم بازه، ولی با چیز با لحن رضا گلزار. چشم داداشی گلم، شما فنای خوشگل منین، هر چی که بخوایم براتون میخونم. آره آرمان یه چیز گیتار بزن. دیدمت از دور خسته بود پاهات، تا نگات کردم وای از اون چشمات. ای بله چند نرو زندونیت کنن باز، گم نشو تو فکر پرواز، نزا بمونه غمت رو دلمه کثافت. نرو زندونیت کنن باز، گم نشو تو فکر پرواز، نزا بمونه غمت رو دلم عشق درد سرساز. سلام 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 سلام. عزیزم سلطان اوج خونی.
سلام. سلام. در سرویس بزرگ. پاپتای قشنگ خودم. من مگه شما رو دیده بودم جون دل عزیز من؟ داداش یه سوال، چرا داری ادای، یعنی میخوای ادای صدای رضا گلزار رو در بیاری؟ چرا؟ ادا چرا داداش؟ من خود رضا گلزارم، چرا باید ادای خودم رو در بیارم؟ حداقل ادای یه کسی رو در بیار که چی بگم تو برو باشه. واقعا این آدم اینجوری من حال نمیکنم باشه. داداش تو همین الان به من توهین کردی، خیلی مستقیم، معلومه حتی به آهنگهای فاخر منم توهین میکنی. تو خراب کردی همه چیز خودتو، معلومه گوش نکردی. تو هم یکی مثل همون ساره بیاتی، یک کثافت پاپت آشغال، اسم بابای منم به اون دهن کثیفت نیار. باشه اوکی محمد رضا. آخه میرن رو اعصاب آدم ملت. داشت اوکی تو اصلا بهترین بازیگر سینما اصلا منو برنده اصلا به من چه؟ من موندم تو پس بگو از الان به بعد فن رضا گلزارم. اصلا من خودم فن رضا گلزارم داشت. این حد یارو تو این اینستا میگه 26. ببین من فن اون میشم خب، ولی فن رضا گلزار نمیشم. بعدی افسه چی بگم والا، اینجا تو این گروه چیزی به جز توهین برای من نداره. بهتره برم یه جای دیگه دنبال ساره بیات بگردم. تو رو خدا بچه ها رو جمع کن دوره هم. من اصلا گروه خلوت باشه دلم میگیره، یاد دوران ساره بیات میفتم، اصلا اعصابم به هم میریزه، گریه هم نمیتونم بکنم. الان کوسر میاد، نگران نباش. کوثر خانوم اهم. چه خبر سیسی؟ خوش میگذره؟ آخرین بارت باشه به من میگی سیسی. چرا؟ چون من زن دارم، زنم هم روم غیرتیه. سیسی میسی ما نداریم اینجا. بیا کوسر اومد. تمام مشکلاتمون حل شد. کوثر خانم اومد. به به پاپت خودم کوثر. سلام. سلام کوثر خانم مازندرانی، پاپت خودم خوشگله. ایوان خوشگله. سلام خوش اومدی. سلام. آقا سعید فیلتر گذاشتی رو خودت؟ اسنپ چت داداش گلم خوشگله. من تو رو داداش صدا می کردم، این کارا رو نداشتیم. می‌خواستم آهنگ مازندرانی بخونم همه ساکت. اگه صدام یه جوری بود قراش بود. بفرمایید. صدای پاپتای من همشون قشنگه. 1 2 3 می بازوت بالش مره دین نوازش، چش سکت تی چش مره پیارد خونش. حالا نیستم یادم رفت. تو خراب کردی همه چیزو خودت، توی که زدی زیر قولت. ادامهش این بوده احتمالاً. خب این قسمت با حضور ددی گلزار تموم شد. حتما کانال رو ساب کنیم واسه حمایت از من و چنل، و اینکه تو کامنت ها بهم بگیم واسه دفعه های بعد اگه خوشتون اومد از این سری چه کاراکترهای دیگه رو بریم تو پلاتو یا حتی مینی چت با ملت صحبت کنیم. فعلا تا ویدیوهای بعدی.